سلام. امروز یه عکاسی دیگه دارم. هم که الان لباسا رو فقط در بیارم بذارم اینجا، توضیحاتشو بعداً بهتون میدم. فقط ببینید چقدر لباس اینجاه. انقدر اینا سنگینن شاید باورتون نشه، نزدیک 400-500 میلیون همین چند تا دیگه لباس فقط. این دو تا لباس دیگه است. اینا رو دونه دونه الان بهتون میگم هر کدوم از چه برندیه. این سه تا لباس از برند دیزاینر اناسه. شلوارش هم انداختم. یه دونش از فیلترده، یه دونش هم از یه دیزاینر به اسم کریستینا فیدلسکایا فکر کنم. خودم عاشق اینم، ببینیدش. خیلی باحاله. اینم کفشامه که این زیر چیدم برم اینجا رو مرتب کنم. اینم اکسسوریامه که از پویزن دراپ گرفتیم، خیلی خوشگله. بعدا بهتون نشون میدم. دستکشامه و بریم کیتمون رو مثل همیشه بچینیم. بعد ببینیم چی پیش میاد. قراره که این لباسا رو اتو کنم، چروک شده ولی اینا انقدر گرونن واقعا میترسم باشون هر کاریو بکنم. این فکر کنم نزدیک 10,000 درهمه، نمیدونم 150 میلیون میشه. پلاستیک خالصه. الان میخوام اینجوری اتوش کنم. هیچ وسیله‌ای ندارم. آو الان من 5 تا لباس داشتم. می‌خواستیم ادیتوریاله، یعنی گروهی انجامش میدیم. 2 تا مدل داریم ولی باید کل عکس‌ها کنار هم یه حالت عکاسی گروهی میشه دیگه. به خاطر همین لباسایی که توی مود هم دیگه بودن رو با هم دیگه انتخاب کرد. الان اون لباس آسین بلند من انتخاب شد واسه اولین لوکم. قراره که بریم اونو عکاسی کنیم، ببینیم که چیکارش میتونیم بکنیم دیگه. اکسسوریایی که آورده بودم و گفت استفاده نکن، میخوام ولی بهتون نشون بدم. گفت چون که لباست خودش دوخت و اینا داره، این گردنبنده است، خیلی باحاله. شاید باورتون نشه ولی 1000 درهمه، یعنی 15 میلیون 16 میلیون. خیلی مسخره است واقعا. البته ما اینا رو همه رو همکاری داشتیم با یه سری برندها، رفتیم ازشون قرض گرفتیم و آیدی کارت دادیم، امضا دادیم، هیچ پولی بابتش پرداخت نکردیم. اینم دستبندشه. الان مدل من داره میکاپ میشه ولی خب میکاپ ها یه دونه است. ما کلا 2 تا مدل داریم. میکاپ ها ثابته، فقط لباساشون عوض میشه. چون گفتم که عکاسی ادیتوریاله، همه آرایش‌ها یکیه. الان دارن مدل اولو ازش عکاسی میکنن. یکم مدل چیزه، سختشه ولی داره معلمه بهش یاد میده که چی کار بکنه. فکر کنم اولین بارشو داره همچین عکاسی میکنه، نمیدونم شاید، ولی دیگه باید هندل کنیم همه چی رو دیگه. حالا خیلی مونده به من نوبت من برسه.
بالاخره نوبت من شد. الان منتظرم نفر قبلی لباساشو در بیاره، من باید برم تو که مدل آماده کنم. منتظر باشید. زیاد نمیتونم الان حرف بزنم چون باید حواسم به اینجا باشه. وای ولی عکس‌ها داره عالی میشه. اونجا نشون بده. الان دارم پوزایی که انتخاب کردم یکی یکی بهش نشون میدم که همونا رو بریم. لباسه خیلی سنگینه، فکر کنم ماشین 7-8 کیلوه. خیلی سنگینه، بیچاره داره داغون میشه. Jeff, this one is so good. Yeah. بالاخره تموم شد. یه هفته نان استاپ داشتیم از این مغازه به اون مغازه میرفتیم با دیزاینرهای مختلف. رفتیم کلی لباس دیدیم. بعد من اینو انتخاب کردم. دیزاینران آسه اسم برندش. لباس خیلی خوشگل بود، خیلی هم سنگین بود، مدل فوق العاده بود. واقعا عاشق شدم. یعنی من قراره بعداً ازش استفاده بکنم حتما، چون من عاشق این مودای آفریقایی و سیاه‌پوست و این چیزام. میخوام حتما باهاش همکاری بکنم در آینده. اگه زیاد نتونستم امروز حرف بزنم ببخشید، چون هم خیلی کار بود که انجام بدیم، هم باید حواسمون خیلی به عکاسی باشه. معلممون گیر میده اگه بخوایم زیاد جدا باشیم از بقیه، واسه همین زیاد نتونستم صحبت کنم. مرسی که تا اینجای ویدیو همراهم بودید.